رئال مادرید و منچستر سیتی، نبرد کلاسیک این سالهای فوتبال اروپا. فقط یک لغزش تا اخراج ژابی آلونسو باقی مونده. اول از همه راجع به سیتی میخوام بریم راجع به سیتی صحبت بکنیم. آخرین باری که ما به سیتی باختیم بازی بود که ما 4-0 رفتیم به سیتی باختیم، تو سال 2023 بود. از 2023 به بعد ما دیگه نباختیم به سیتی. 3-3 کردیم که ویدیوش تو کانال من هست، 1-1 کردیم در پنالتی، 3-2 در اتحاد بردیم و 3-1 هم در برنابئو بردیم. یعنی ما 4 تا بازی آخری که در مقابل سیتی داشتیم و نباختیم، 2 تاشو بردیم، 2 تاشو مساوی کردیم. ولی نبرد کلاسیک بوده دیگه. این اولین رویارویی ژابی آلونسو در قامت مربی رئال با پپ گواردیولا. قبلا خب طبیعتا ما اگر اشتباه نکنم زیدان رو داشتیم با پپ گواردیولا و بعدش هم که اصلی ترینش کارلو آنچلوتی بود. ببینیم شاید این آخرین بار باشه که ژابی آلونسو روی نیمکت رئال مادرید نشسته. صرفا خواستم اینو بگم که یه پیش زمینه‌ای داده باشم که آقا ما در 3-4 تا بازی آخرمون در مقابل سیتی نباختیم. پارسال در مقابل سیتی که بازی کردیم سیتی واقعی نبود. اوکی، ما هم درست واقعی نبودیم، هرچند اونا وقتی واقعی نیستن سعی میکنن اصلاح کنن. اتفاقا توی این ویدیو جاشه که راجع به این چیزا صحبت بکنیم. آقا اینا تو لیگ چه کار کردن؟ تو چمپیونز لیگ که رتبهشون اما پایینتره اومد میان که ما رو ببرن. راجع به این چیزا نمیخوام صحبت بکنم، اطلاعات فوتبالی نمیخوام بدم. یه کوچولو بریم راجع به لیگشون صحبت بکنیم. آقا چه تغییر و تحولاتی داشتن. 15 تا بازی تو لیگ کردن بچا، 10 تا برد داشتن، یه مساوی 4 تا باخت، 35 تا گل زدن. آرسنال 28 تا زده که صدر جدوله، 16 تا گل خوردن. بیرون خونه به خوبی داخل خونه نبودن. خود آمارم مشخصه. ببین یه مساوی 4 تا باخت، یعنی میشده که مساوی‌ها بیشتر بشه. این که این مساوی‌ها بیشتر نشده، باخت کمتر، دلیل داره. جلوتر فقط چم راجبش باهات صحبت میکنم. اما سیتی پارسال حال خوبی نداشت، درسته؟ همتون میدونید دیگه. ما خودمونم مش بازی کردیم تو لیگ، شرایط کثافتی رو داشت، پپ گواردیولا خیلی تحت فشار بود. اما چه تغییراتی رو ایجاد کرده سیتی از پارسال تا حالا؟ اولین تغییری که ایجاد کرد، خب تیم‌های دیگه میدونید که تیم‌های دیگه یعنی شما، من قبلا هم گفتم رکن اصلی این که شما بخوای بهتر بشی تو هر کاری، اصلا فکر کن الان مثلا چه میدونم بخوای برید سوپرمارکت بزنی، وقتی اعتقاد داشته باشی بی دلیل اعتقاد داشته باشی من خفن ترین کاسب این شهرم، خب میرینی. ولی اگه بدونی ضعفات چیه، مثلا میگی آقا من به فرض میگم تو قسمت صابونا مثلا گلار نیست تو مغازم، میری تهیه میکنی میذاری جنسو تو جور میکنی. خب ولی وقتی ناقص باشه خب ناقصی دیگه. رئال اون تیم ناقص است، یعنی تیمیه که میگه ما مشکلات داریم، مثلا چند تا 20 تا، حالا 3 تاشو برطرف میکنیم و طرفدارا هم فرم داده، یعنی پرس طرفدارا هم شکل داده. نمیشم بیای بگی تیم ناقص، یعنی چه تیم ناقصه؟ خرید کردی بیخود کردی، غلط کردی، تیم ناقصه. 4 تا خرید کردیم برای مربی. تیم‌ها دیگه اینجوری نیستن. تیم‌های دیگه یعنی اول بیزینس و اقتصاده براشون مهم نیست. خب حالا کار ندارم اونا تو یه لیگ دیگه یه بی پدر مادری مثل تباس و اینانی، ولی به هر حال بعد ورزشیشون رو بیشتر توجه میکنن تا بعد اقتصادی. الان که آقا به یا تعداد چمپیونز لیگ رئال قربون برم، من دورت بگردم، من 9 تا رو با چشام دیدم، من میدونم، من دارم راجع به سال اخیر رو میگم، فدات شم.